با عرض سلام خدمت تمام هموطنان عزیز. بله داشتم عرض میکردم خدمتتون که بعد از تصادفم پلیس اومد و من به اونا گفتم که جریان چی بود. بعد اونا به من گفتن که حرف منو باور نکردن و من گفتم که لطفا منو بفرستین ایران. بهشون گفتم که لطف کنین منو بفرستین ایران. بعد تو دادگاه هم همین حرفو زدم، ولی گفتن که شما مریض شدی. و باید بریم بیمارستان. بعد عرض کنم خدمتتون که رفتم بیمارستان، به دکترام توضیح دادم که چی شده بود. گفتم که فکر میکردم تو خونه من دوربین گذاشتن و حتی میکروفون گذاشتن. چیزایی که من تو خونه داشتم انجام میدادم از پشت سر من میگفتم و این اگه میخوام بذارم من مشکلی ندارم، ولی اگه بخوام اینجوری اذیت کنن من با این مشکل دارم. بعد گفتن که نه خیر، شما عقلتون میخواستن به زور به من بقبولن. هفته یه بار میگفتن اینو که شما عقلتون شما رو فریب میداده، یعنی من عقلم منو داشته فریب میداده و حرفایی رو که نباید بشنون میشنیدم و من باید دارو مصرف کنم به اجبار، وگرنه من تا آخر عمرم هر چقدر که بخوام میتونم اونجا منو نگه دارن. بعد من سرمو زدم به در و دیوار، گفتم منو بفرستین ایران. اعتصاب غذا کردم. بعد از دو ماه مجبور شدم قرصا رو بگیرم و 4 ماه قرص گرفتم اونجا. همه چی رو فراموش کرده بودم دیگه. اومدم بیرون بعد از 4 ماه، گفتم درس میخونم، کار میکنم، دوباره زندگی میکنم. اب نداره، من مریض بودم 100%. و این آدما هنوز دنبال من بودن، ولی این بار چیزای شخصی منو تو خونه نه، بلکه چیزایی که از ایران، از ترکیه مثلا، چجوری بگم، و یا اگه میرفتم جایی واسه دیدن، واسه بازدید میرفتم ببینم مثلا این فروشگاه چجوریه، اون فروشگاه چجوریه، اینا به طور غیر مستقیم به من میگفتن که بعد اینکه اومدم بیرون میگفتن که از چی خوشم اومده، از چی خوشم نیومده. ولی من بی‌تفاوت بودم و میخواستم برم کار، پول جمع کنم، برگردم ایران. و فکر این احساس رو داشتم که من نمیدونم، حالا انشالله که من تنها نیستم، ولی این احساس رو داشتم که این اشخاص جایی که من کار میکنم و حتی اگه با یکی دوست هستم، اینا روی اونا هم اثر دارن. و خیلی زود با اینکه میدونستم مثلا من کار بدی انجام ندادم یا کار زشتی انجام ندادم، کارمو خوب دارم انجام میدم، ولی با جایی که کار میکردم مشکل پیدا میکردم، با کسایی که دوست میشدم مشکل پیدا میکردم. بالاخره تنها شده بودم و واقعا نمیدونستم منظور این آدما چی از این کاراشون. یعنی از شوخیایی که از هفته اول وارد کانادا شدم بگیرین، مثلا میخواستم برم دستشویی، نگاه میکردم، خب نوشته مردانه، میرفتم تو، خانوما تو هم، میومدم بیرون، نگاه میکردم نوشته زنانه و کسی هم اونجا نبود که به من بگه بابا این شوخی بود، شوخی نبود. اینا با زبان بی زبانی بود. واقعا نمیدونم منظور این اشخاص چیه از این کارا. من الان داره بازم وقتم تموم میشه، اینقدر نوشتم. بعد من بازم بقیه ویدیو رو میذارم واسهتون. شما هم لطف کنید، خواهش میکنم پخش کنید بین دوستاتون. دست شما درد نکنه. به این آخرین کتاب آسمانی، قرآن کریم قسم میخورم که هرچی گفتم حقیقت بود. خیلی ممنون.